حدیث قدسی. رزق و روزی. خداوند عزوجل فرمود: ای فرزند آدم، در هر روز رزق و روزی می رسد و حال آن که تو غم روزی می خوری و حال آن که از عمرت کم می شود ولی تو محزون نمی شوی و دنبال چیزی هستی که تو را طاغی و یاغی می کند و حال آن که در نزد تو چیز است که کفایت امرت را می نماید. بهارالانوار جلد 73 صفحه 167، روایت 31 باب 128.